پالتویی داری که پایین پالتو سوخته و یا اتفاقی براش افتاده و میخوای اینو قدشو کوتاه کنی، ولی چون آستر داره و خیاطی هم بلد نیستی نمیتونی درستش کنی. بیا اینجا که با آسان ترین روش میخوام اینو بهت آموزش بدم که تو هیچ جای اینستا نمیتونی پیداش کنی. پس منو فالو داشته باش و با دوستات به اشتراک بگذار، میدونم که حتما اونا هم به دردشون میخوره. پس بریم برای آموزش. الان این قسمت پالتوی من سوخته، این قسمتش. الان میخوام این قسمتش رو در بیارم، قدش رو کوتاه کنم. اول اندازش رو میگیریم. الان من میخوام 7 سانتی متر از این کوتاه کنم. 7 سانتی رو کلن پایین پالتو رو به این صورت علامت میذاریم که اندازه هاش مشخص بشه. اینا رو به هم وصل میکنیم. خب الان اندازه هامون که مشخص شد. خب الان پالتو رو برمیگردونیم. 7 سانتم برای آستری علامت میزنیم. همون اندازه‌ای که برای پایین علامت زده بودیم برای آستری هم علامت میزنیم. هم تا قسمت سجاف هم پیش میریم. این مدلی که آموزش میدم عزیزان، اگه خیاطم نباشی میتونی خودت لباستو درست کنی. لباسی که آستر داری و هم آستر نداری میتونی همون کارا رو انجام بدی، درستش کنی. حالا میام قسمت پایین و سجافش رو میشکافیم. عزیزان اینو من شکافتم، ببینید. خب الان این اضافی که داشت اینو قیچی میکنیم. کلا اینا رو که زدیم الان این علامت هایی که داشتیم با صابون زده بودیم اینو برمیگردونیم این قسمت. الان اینا رو سنجاق میزنیم که سنجاق و یه دونه اتو میزنیم. حتی میتونیم یه اتو بزنیم که بیسته. الان میخوام آستر رو وصل کنیم به پالتومون دوباره. قبل از هر چیزی عزیزان یه نکته‌ای داره که پالتوها اگه این رعایت کنه خیلی پایین لباستون خیلی زیبا دیده میشه. قبل از اینکه اینو تا کنین اول یه دونه براش این قسمتش یه دونه زانفیکس بذارین 2 سانتی 3 سانتی پایینش که با یه اتو بزنه این قشنگ سر جاش بچسبه. برای سجافش قبل از اینکه قسمت پایین رو بدوزین برگردونین از داخل چرخ کنین و اضافاتش هم بزنین. ولی اگه نه خیاطی بلد نیستید از این قسمت ریز با دستتون قشنگ بدوزید، ولی این ور دیده نشه، جلوی لباسمون بد دیده میشه. از داخلم اضافاتش رو بزنین، بعد بیاین پایین لباس هم بدوزین. اگه دیدین که پالتو یه ذره بپوشین کشیدگی داره، حتما از این اضافات 1 سانت باز کنید، دوباره وصل کنید که کشیدگیش رفت بشه. امیدوارم که عزیزان براتون مفید باشه. حمایت یادتون نره.